ترکش و خوبی که چی مستانه می رود، شهر اسیر کرده سوی خانه می رود. آن ترکش و خوبی که چی مستانه می رود، شهر اسیر کرده سوی خانه می رود. هر جانبی که جلوه کنان روی می نهد، هر جانبی که جلوه کنان روی می نهد. با او هزار عاشقی دیوانه می رود، با او هزار عاشقی دیوانه می رود. جانم زی تن رمی زی سودای خالی او، مرغ از قفس پریده پی دانه می رود. جانم زی تن رمی زی سودای خالی او، مرغ از قفس پریده پی دانه می رود. هر جانبی که جلوه کنان روی می نهد، هر جانبی که جلوه کنان روی می نهد. با او هزار عاشقی دیوانه می رود، با او هزار عاشقی دیوانه می رود. از صبر رفته پیش غمش گیله میکنم، با آشنا حکایتی بگانه میرود. از صبر رفته پیش غمش گیله میکنم، با آشنا حکایتی بگانه میرود. هر جانبی که جلوه کنان روی می نهد، هر جانبی که جلوه کنان روی می نهد. با او هزار عاشقی دیوانه می رود، با او هزار عاشقی دیوانه می رود. آن ترکش و خوبی که چی مستانه می رود، شهر اسیر کرده سوی خانه می رود. آن ترکش و خوبی که چی مستانه می رود، شهر اسیر کرده سوی خانه می رود. سپاس، سلامت باشید. غزل از امیر خسروی دهلوی سرود با نام ترکی شوخ که بین مردم مشهور بود و مشهور هست با نام میرود، آهنگ هنرمند نامی شادروان محمدالله قربانوف که بازخوانی گردید، همین حالا از جانب فرزندشان رمضان قربانوف. دوستان درود میگوییم، باز هم برنامه خاطره هاست، منظور شما و ما باشیم. با همین سرود که آغاز بخشیدیم برنامه را، تخیلات شما را میبریم به سالهای 1980 1990 و همین حالا ما هوای همان سالها را به سر داریم و همان گونه‌ای که گفتم برای مرتب کردن این فضا دعوت نمودیم به برنامه خاطره ها به استودیوی سفینه فرزند شادروان محمدالله قربانوف رمضان قربانوف را، شما را و در چهره شما دسته هنرمندان را امروز به این استودیو خوش آمدید میگوییم. باری دیگر سلام و درود. تشکر زیاد، سلامت باشید. تشکر. و میدونید
پیشنهاد از برنامه خاطره ها این یک بهانه است. ما با این واسطه میخواهیم که فضای آرام امروزه بینندگان را، مخلصان برنامه خاطره ها را باز هم رنگین تر نماییم و همون فضایی که گفتیم امروز برای بیننده هدیه میگردد شما رنگین خواهید کرد. اصلا بار دیگر درود و بار دیگر سپاس برایتان برای ترنم این سرودی بسیار ماندگار و بسیار جذاب. تشکر زیاد. تا آغاز ثبت شما گفتید که تقریبا 13 ساله بودید، سال 1993. در مکتب تحصیل میکردید و نزد شما نفری آمد گفت که ما یاد بودی امک شما یعنی کرامت الله قربانوف را برپا خواهیم کرد و در آنجا حتما که شما باید اشتراک کنید، حتما که سرود باید بازخوانی نمایید. بیاید از همان محیط آغاز کنیم برنامه را. یادآور شوید که کدام سرود بود و چگونه شما این سرود را سرودید. البته وقتی که در صنف 5 تحصیل میکردم، خیلی که گفتیم 93 سال، در صنفمون هوی شد و جمشید گفتنی شخص از معلم اجازت پرسید که قربانوف ممکن یک لحظه. بعد معلم گفت مایلش. بعد بیرو برآمدم گفتم چیگه بکر تینجی؟ گفت که ما یاد بودی اما که تو رو جشن میگیریم در دایره مکتب، البته تو باید در اونجا سرود خونی. باری اول من گفتم من چه خیلی سرود میخونم، من نمیتونم سرود خوندم. یاد میگیری؟ گفت تو مجبورم گویم خطا نمیکنیم، مجبورم گرفت و از دستم انا تالاری مکتب رفتیم. در اونجا موسیقیچی‌ها نشستگی و وقتی که گفتن که خیلی من پسر اکای محمد الله رمضان من همجا آوردیم سرود میخوند. البته چی سرود، چند سرود میدونی؟ بعد پرسیدن از امکا. من میدونستم یک 3-4 بسیار نیست، 3-4-5. گفتم خیلی میدونم، یک اونقدرم نباشد میدونم. بعد گفتن که کدام سرودش میخونی؟ کدام سرودش بسیارتر نغز میبینی؟ بعد من گفتم که سرودی آواره. گفتن همین سرود بیا ما نوازیم و تو انا بیسرو. گفتم مایلش. بعد وقتی که اونجا معین کردن البته نوتای آوازی من رو، من اکن باری اول کودک وقتی که میسرویدم البته که از جور نمی برآمدم، لیکن کم بودی در چی بود که مثلا هیچ کس مانندی من آوار نیست، آوار همه خیلی نفس هم میگرفت. نفس هم میگرفت، جایی نفس گیری تغری نمیتونستم نفس گرفته. بعد میستودن و میگفتن که رمضان من مثلا هیچ کس مانندی من نفس گیر باز دوامتی. مثلا همه خیلی کمودی داشتم. از همون سال آغاز شد، همین سرود از سرویدم. بعد از این سرود باز یک سرود دیگر سرویدم و مشق به اتمام رسید و بالاخره همون روزی یاد بود آمد. همون روز یاد بود آمد و بعد من سرودام را سرویدم. اگه اون قدر خوبم نه، آغاز از همون بود. یعنی قدم های کوچک را شما در همان سالها گذاشتید و راهی سنت. و میدونید برای چی ما یادرس نکردیم که محمد الله قربانوف برادر کرامت الله قربانوف می باشند، زیرا ما باور داریم که الکی مردم تاجیک مثل یک برادری خود میشناسند این نفر را. بله. و مثل یک شخصی که بسیار عزیز است به صنعتشان، مکتبشان ارج میگذارند. الکی خیلی دوست میدارند و همین گونه محبت، همین گونه همین صمیمیت ادامه خواهد یافت به آینده ها نیست. و این چنین همان وسیله که این محبت نمیمیرد امروز شمایان ادامه دهنده همین مکتب هستید. البته و خیلی که ما گفتیم برنامه بسیار با یک سرود شوخ و جذاب شروع گردید با نام ترک شوخ که این سرودها بیواسطه در همون سالهای 80 و 90 قرن گذشته پیوسته در رادیو صدا میداد. خیلی ما شنیدیم و مردم بسیار دوست می داشتن، انتظار هم بودند که کی همین سرود صدا می دهد. محمد الله قربانوف با دادر خود کرامت الله قربانوف پیوسته همکاری داشتند، پیوسته ایجاد میکردند. در محفل ها و بزم ها یک جایه بودند همیشه و به همدیگر الهام میبخشیدند.
میتوانیم گوییم که شاگردی بیواسطه این نفران هم بودید، زیرا گرچنده کرامت الله قربانوف به شما طرز سرود اجرا کردن رو ناآموزانیده بودند، ولی میدیدید از همان محیط آگاه بودید. بله. و با همین واسطه میآموختید. بله. بله. یک بار در نزدشون سرود خواندم. یک بار. و چگونه بها دادند؟ نیست پیشه بود. از توی که آمدن، البته که چون من آوازی ماشین میفهمیدم، در خانه رو من باز میکردم، دویدم و در رو باز کردم و در اومدن همه کسا با گروه، اهل گروه همه کسا. بعد خانه گذاشتن که شب همینجا میمونیم گفتم. بعد شب موندن، سرودخوانی کردن. بله. بله سرودخوانی هم کردن. اونجا بسیار صحبت بود در یادم است. اما که نوروز هم بود کوچک، اما که میداکی ما کوچکمون همه نوروز جان بود. اونم بود، شتگی بودیم. بعد پدرم گفت که شوخی آمیز گفت که طرفی امکم گفت که یک سرودخانه دارم از اون. بعد امکم یک نگاه کرد و گفت مایلش خواند. گفت اکردیون رو بیار. گفت بعد اکردیون رو آوردن و کدام سروده میخوانی؟ گفت نمیدونم. شرم، ترس منو فرا گرفت، هیجان، همه چیز پرید رفت از سر. بعد اما که نوروز جان گفت که اندک خوان میدونی؟ بخیر نگاه کردم گفتم میدونم. خوان گفت من تو را یاردم میکنم. مایلش گفتم. بعد معاین کردن و بعد خواندم، خواندم و بعد طرف پدرم نگاه کردن، این هم میبریم پس از ختم مکتب، این هم میبریم انا شهر و جمهوری با این هم میخونیم، یک اولاد باز هست آیندهش. گفتم خیلی. بعد هم خیلی عرق من رو زیر کرد و روز که گیره هم کردم. و اما که مایدکیم که آغوش گرفت و اشک شادی بود. اشک شادی، اشک ترس بود، نمیدونم اشک چی بود. آغوش گرفت و گفت چی گیره میکنی؟ گفتم نمیدونم. این خودش گفت گیره نکن. گفت همه ساز. و این هم برایتان بخت از خوشبختی است. البته این فراموش نشونده ترین لحظه های عمری من. خیلی گفته در همون دوره کمی شما رو اندک هیجان فرا گرفته. بله. میدونید حالا میخوام پرسان شوم که آیا از همان هیجان یگان ذره مونده است؟ اگر مونده باشد برای چی؟ و اگر نمونده باشد چی به شما کمک رساند تا اینکه همون هیجان از بین برود؟ هیجان برای سرودخوانی که من سرودخوانم هست، تا حالا هست. در هر یک محفل، هر یک برنامه البته که یک محیط خودش رو دارد، تماشابین خودش رو دارد، طلبات خودش رو دارد. همه همین هیجان رو انا بیدار میکنن. البته که من در اینجا چی سرود خونم، مثلا آدمو رو میبینی، خواهش آنها رو، هر یک جو به خودش یک هیجانی داره. خب ولی ما امروز باور داریم که آن سرودهایی که همین روز پیشنهادی بیننده میگردد حتما که به ذوق آنها راست میآید، به شوق آنها راست میآید، به طبع آنها راست میآید. امیدوارم. و در برابر سرود طبع شوخ باز هم کدام سرودهای هنرمند نامی کشورمان محمد الله قربانوف بازخوانی خواهد شد در دوام برنامه؟ البته سرود با نام نسیم کزبونی آن کاکولویا، شعر از بابا طاهری اوریان، آهنگ از پدر بزرگوارم خواهیم خواند با اجازت شما. البته پس گوش میکنیم و بعدا باز هم برمیگردیم به سری سفره صحبتمون. سلامت باشید. نسیم کزبونی آن کاکولایا مرا خوشتر زی بوی سنبولایا چو شب گیرم خیالت را در آغوش سحر از بسترم بوی گلایا چو شب گیرم خیالت را در آغوش
سحر از بسترم بوی گل آید نسیم کزبونی آن کاکل آید مرا خوشتر زی بوی سنبل آید چو شب گیرم خیالت را در آغوش سحر از بسترم بوی گل آید چو شب گیرم خیالت را در آغوش سحر از بسترم بوی گل آید زی دستی دیدم و دل هر دو فریاد هر آنچی دیده بینه دل کند یاد زی دستی دیدم و دل هر دو فریاد هر آنچی دیده بینه دل کند یاد بسازم خنجر نشش زی پولا زنم بر دیده تو دل گردد آزاد بسازم خنجر نشش زی پولا زنم بر دیده تو دل گردد آزاد نسیم کزبونی آن کاکل آید مرا خوشتر زی بوی سنبل آید چو شب گیرم خیالت را در آغوش سحر از بسترم بوی گل چو شب گیرم خیالت را در آغوش سحر از بسترم بوی گل آید سحر از بسترم بوی گل آید سحر از بسترم بوی گل آید саломату сарбаланд бошед. сипос. تشکر. چی کلانسالان باشند چی جوان یعنی فیصدی زیادی مردم شادروان محمدالله قربانов را بیشتر میشناسند همچون آوازخوان آهنگساز ولی اصلا این نفر سال 1979 از روی اختصاص تاریخ و زبان انگلیسی اینستیتوت دولتی پداگوژی شهر دوشنبه را ختم کردند و در این برابر باز داننده و دارنده چندین هنرهای دیگر هم می باشند. از عهده نواختن یک چند اسباب ها می برآمدند و در یک جایگی با کرامت الله قربانov در بزم ها بیشتر اکاردیون می نواختند. بله، سرودخوانی می کردند. یک جای سرودها هم خواندند و ثبتش را نیز تا حال داریم گوش میکنیم. آهنگسازیش و آیدی انتخاب متن جدی بودن، به نهایت جدی بودن و کوشش می‌کردند که تنهایی ایجاد کنند. در تنهایی و در نزد فرزندان باشد شوخ بودن. شوخی بسیار میکردن. شما نیز در برابر نواختن موسیقی آهنگ اینچنین سرود میخونید و من نظر کنیم آن نفرانی که بیشتر هم خودشان آهنگ ایجاد میکنند و هم میسرایند حتما که از عهده نواختن چندین اسباب ها میبرایند و از جمله محمدالله قربانov نیز
همین گونه بودند. شما از کی آموختید نواختن اسباب موسیقی را؟ شاید از پدر؟ از پدر آموختم ولی کم. نواختن رو وقتی که من در خانه باباگی بودیم، چایخانه میگویند، با گوشم آواز اکاردیون می اومد از خانه همسایه. گوش میکردم، نزدیک شده به نزد دروازه‌شان رفتم و جرأت نمیکردم که در اویمو، چون که شرم میداشتم. بعد جرأت کردم، روزی از روزا جرأت کرده رفتم، بینم انا همسایه‌مون عبدالخلیل بچه نواخته ایستاده است. البته که سرودای کرامت الله رو، اکم رو، و ما رو هم خیلی نگاه کرد و بچه اکای محمد الله بیا گفت. میشناخت است؟ بعد میشناخت. بعد من رفتم، بعد سلام کردیم و گفت میتونی نواخته؟ بعد من از شرمم چه گفتم؟ دروغه. گفتم که میتونم. دروغه. بعد گفت ما نواز. بعد گرفتم و کلاویشویش رو از دست چپ موندم. برعکس؟ بله برعکس. چپانه قپیدم. بعد سوال داد که تو چپانه‌ای؟ چپه هستی؟ گفتم نه رستنه. بعد خندید و گفت اینه ایخی میقپن. سختی بعد نخندید. گفت اینه ایخیل میقپن، ایخیل مینوزن. گفت نمیتونی. بعد سرخ شدم و هم خیلی گفتم نه نمیتونم، من نواختم. بعد گفت خیلی میگفتی نمیتونم. گفت بیا من تو میآموزونم. گفتم مایلش. بعد همین یک چلیقتی همین سرودی اندک و یک چلیقتی همین خیلی دن 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 هم چلیقم رو قپیده خیلی نشون داد. من همون کلاویشو رو در یاد گرفته تکرار کردم. بله همون رو تکرار از همون آغاز شد. روزا گذشت، ماها گذشت، سالا گذشت، یاد گرفتم. در خون که هست یاد گرفتم، در آینده نه چندان طولانی. بعد عبدالخلیل این طرفش نمیتوانست نواخته. من هر دو طرفش رو یاد گرفتم. خب سال که بودید ذهنتان تیز بود. بعد از یک سال دو سال من به وی این طرفش رو یاد دادم. بهترین سببی نواختن یاد گرفتن من، سببی کلان همون عبدالخلیل. بعداً از پدر بعد بسیار چیزا تکمیل. بله تکمیل از پدر بعد گرفتیم. سببی نواختن همون بود. و وقتی که ما نظر انداختیم به ترجمه حال استاد محمد الله قربانوف، بیشتر فعالیت کردند بیرون از صنعت، یعنی از روی تخصص‌های گوناگون. و در خانه چگونه بودند؟ بیشتر ایجاد میکردند و یا کم؟ و یا که کدام سالها بیشتر ایجادیاتشان به نظر می رسید؟ ایجاد کردنشون در خانه بسیار نبود. چون که کاری دولتی نیز میکردن، بسیار نویس بسیار فکر و ذهن این طرف بود. وقتهای استراحتی شنبه یک شنبه میگرفتن، بعد ایجاد میکردن در تنهایی. فقط روزهای استراحتی بسیارتر با ایجاد مشغول بودند و لیکن در انتخاب متن بسیار جدی، اهمیت جدی میدادن. و البته که از کتاب‌های سعدی، جامی، خیام، دیگر شاعرانی بزرگ ما از اونها بسیارتر انتخاب میکردن. نابسته از این ما با اطمینان کامل، اعتقاد قوی گفته میتوانیم که این نفر هنرمند اصیل بودند. زیرا هر یگان آهنگ هایی که ایجاد کردند، هر یگان سرودی که خواندند، گرچنده انگشت شمار است ولی بسیار گوش کردنی است و با گذشت سال با گویم همه دور و زمان راست می آید، یعنی با طبع و ذوق مردمی همه دور و زمان راست می آید. چی گذشته و چی حاضر و آینده. و همین گونه ما دوست می داریم سرودهای ایشان رو، همین گونه با ذوق هر دفعه گوش می کنیم و باز هم خرسند میشیم وقتی می بینیم که هم نشین می شویم با ادامه دهنده همین مکتب، با نفرانی که همیشه نام ایشان را بالا می بردارند و سزاوار ایجاد می کنند. امروز شما تا به امروز پیروی به همین مکتب چند تا خودتان سرود ایجاد کردید و عموما با بندوبست آهنگ سر و کار دارید؟ بله البته این میراثی است. فطری است.
بله میشد است همین چیز. البته که منم ایجاد میکنم مثل پدر مثل عمک البته ایجاد میکنم و خوشبختانه آهنگای خودم رو نیز دارم. و بله عموما اگر به عائله قربانوفا نظر اندازیم معلوم میگردد که استعدادشان سرشتی است، ازلی است. شما گفتید که بابای ما ایجادکار نبودند ولی بابا کلانمون بله ایجادکار بودند، بله. حافظ بودند. بابامون نیز دوتار می نواختند. پدرمون بابای اجیکلامون دوتار می نواختند در وقتهای خالگی استراحتی. بله تعبشان که می آمد البته و ما رو نیز در خردی می گفت که شما به قولی که می گویند مقام منو محمد رفی را شما مقام یاد گیرید می گفتند خیلی و ما خیلی گوش می کردیم. البته بابا کلانمون هم نیز سراینده بوده است. خیلی که بابام خودشان می گفتند حافظی دوره بودند. محفل‌آرای همون خود بودند، مردم خود بودند. بله بودند هم خیلی. بله تشکر. و باز کدام سرود را امروز آورده اید که با سرودنش طبع بیننده بالیده تر می‌گردد؟ البته سرود با نام هرگز. یاد بادد که زیما یاد نکردی هرگز. غزل از عبدالرحمن جامی. غزل از عبدالرحمن جامی البته می‌سرایم. بهترین مرحمت. یاد بادت که زیما یاد نکردی هرگیز، یاد نکردی هرگیز. دل ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. یاد بادت که زیما یاد نکردی هرگیز، یاد نکردی هرگیز. دل ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. کردم آباد وسط خون جگر خانه چشم، کردم آباد وسط خون جگر خانه چشم. جو در این منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز. جو در این منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز. بارها از لبی خودش و شیرین دادی، بارها از لبی خودش و شیرین دادی. فکری جان کندن فرهاد نکردی هرگیز، فرهاد نکردی هرگیز. فکری جان کندن فرهاد نکردی هرگیز، فرهاد نکردی هرگیز. یاد بادت که زیما یاد نکردی هرگیز، یاد نکردی هرگیز. دل ناشادی مرا شاد نکردی هرگیز، شاد نکردی هرگیز. کردم آباد وسط خون جگر خانه چشم، کردم آباد وسط خون جگر خانه چشم. جو در این منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز. جو در این منزل آباد نکردی هرگیز، آباد نکردی هرگیز. بنده جامی نکند از تو جز این آزادی، بنده جامی نکند از تو جز این آزادی. که زی بندی غمش آزاد نکردی هرگیز، آزاد نکردی هرگیز. که زی بندی غمش آزاد نکردی هرگیز.
کردم آباد وسط خون جگر خانه چشم کردم آباد وسط خون جگر خانه چشم جا در این منزل آباد نکردی هرگز آباد نکردی هرگز جا در این منزل آباد نکردی هرگز آباد نکردی هرگز سلامت باشید. سپاس. تشکر. خیلی گفتید شادروان محمدالله قربانوف جدی بودند هنگام انتخاب متن و تالیف آهنگ و عموما گریم همین گونه آهنگ های ماندگار است که صاحب استعداد را نامی میگرداند. بله. و باز میدانیم این نفر در برابر آهنگ ایجاد کردند با کرامت الله قربانوف اینچنین بعداً همکاری داشتند با یک چند هنرمندان حرفه‌ای که ما از زبانشان شنیدیم که این آهنگ فلانی است و آهنگ دوست داشتنی است. بیشتر کوشش میکنند در محفل ها بسرایند، خصوصا اسمت الله خالف، جمشید نظاموف، فرقت سعید و دیگران. و عموما شما چگونه در یاد دارید همان سالها را که می آمدند هنرمندان و یک جای ایجاد میکردند؟ البته می آمدند. هنرمندان بسیار می آمدند. البته اول به عیادت مادری کرامت الله می آمدند و البته که برای آهنگ هم می آمدند. خیلی که گفتید بسیار همکاری داشتند، چون اون وقتا در ارکستر گلشن هم کار میکردند، در خانه رادیو. البته می آمدند بسیار کار میکردند با همین هنرمندانی که گفتید، سهرابی محمود، سبحان سعیدوف، جمشید نظاموف، کیمیا جورایوا و غیره و بسیار می آمدند. خب در خانه محیط کاری داشتند؟ استودیا داشتند؟ استودیا نه، محیط کاری بود. فراهم آورده شد؟ بله فراهم بود. پیانینو داشتیم، اکاردیون داشتیم، سینتزاتور هم داشتیم. البته بود. این مرد هنر که اصلا گیریم سالهای جوش و خروش ایجادشان راست می آید به همان سالهایی که کرامت الله قربانوف در قید حیات بودند. بله. و یک جای ایجاد می کردند، یک جای سرود می خواندند. عموما سفرهای کاری بسیار داشتند. بله. با کدام دولت ها سفر کردند؟ مسکو، ازبکستان، البته ریگا، کابل، بسیار سفرها داشتند. شما که گفتید نواختن اسباب موسیقی را از عبدالخلیل آموختید ولی تکمیلش را از پدر. بله. خواندن سرود را چه از پدر آموختید؟ خواندن سرود را کلا از پدر یاد گرفتم. آموزان، جدی باش، بسیار سخنهای درباره سرودخوانی، بسیار نصیحت‌های. اون وقت چند سال بودید؟ از 16-17 سالگی از همون سال آغاز شد که جدی باش در انتخاب متن، هر شعرهای پست مضمون و چی رو هرگز نخوانم. بله. بله. بعضا وقتا میشد یک میسرودم از دیگر هنرمندا سرودای هر خیلی رو، مثلا از احمد ظهیر، از هندی، محمد رفیع، از اینا میسرودم. بعد میگفتند که چون به اینها که تو میل و رغبت زیاد داری، اینها رو که گوش میکنی دلم پر است از تو که آینده نغز است. خیلی سخنهای نغز قطعی می آموزاندن. البته کنسرت ها می رفتیم، یک جای آغاز شده بود از همون سالها. خب اگر نظر اندازیم نابسته از آنه که هنرمند حرفه‌ای است، اصیل است و طبع و ذوق خیلی بالا دارد، ولی که حتما دوست می دارد باز هم یک هنرمندی را و حساب هم می کند از خود بالاتر می شمارد. برای پدر شما که بیشتر الهام می بخشید که را بیشتر گوش می کردند؟ البته از فارس زبان ها احمد ظهیر رو گوش می کردند. بعد از سراینده های هندوستان محمد رفیع رو گوش می کردند، کشور کمر رو گوش می کردند، لتا منگشکر رو گوش می کردند.
اشرف حسنی و دیگران از سراینده های هندوستان بسیارشو گوش میکردن. سبب محض شما را به این برنامه دعوت کردنمان هم همین است که شما فرزند ایشان هستید و از شما دیده بیشتر و خوبتر کسی دیگر این نفر را نمیشناسد. باور داریم. و عموما آن سرودهایی که امروز در اینجا بازخوانی کردید و باز هم خواهید خواند محض محمد الله قربانوف به شما آموزانیدند و یا که بعداً شما این سرودها را آموختید؟ بعداً من آموختم این سرودها را. و در آخر باز کدام سرود بازخوانی خواهد شد؟ البته یک سرودی رمیده‌ای از من رمیده‌ای و منی ساده دل هنوز، شعر از فروغ می‌سرایم. این سرود در محفل ها تا چه اندازه بیشتر از شما طلب کرده می شود، درخواست می شود؟ یعنی سرود محفل آرایی است؟ بله، سرودی شوخ است. البته طلب هم بسیارتر می شود محفل ها و در کجایی که نباشد. و در آخر برنامه تنین انداز گردیدن این آهنگ، این سرود باور داریم که به طب و ذوق بیننده نیز کار میکند و حتما که در برابر روان بیننده به خاندانشان هم نور و ضیا میبخشد. بار دیگر به شما سپاس، به دسته هنری هم تشکر میگوییم که امروز آمدید و محفل آرای ما بودید و باور داریم که در ادامه این همکاری باز هم زیشتر و خوبتر صورت خواهد گرفت. سلامت باشید. من نیز بسیار تشکری کلام به شما میگویم که چون این برنامه زیبا و ماندگار رو پیشکش مردم کرده اید و به کارمندان و متخصصان البته مینتداری خود رو میرسانم. موفق باشید. البته شما هم در جاده کار خودتان و بگذار همین خیلی چاره‌بینی‌ها زیادتر شوند و هنرمندا همین خیلی آمده زنده سرایی کنند. البته که این یک مکتبی بزرگ می شود برای هر یک سراینده، یک درسی خوب می شود. و ما باز هم با اعتمادی کامل گفته می توانیم دوستان عزیز که امروز یک دو صحیفه ورق زدیم از دفتر خاطرات شادروان محمد الله قربانوف، ولی باز هم همین گونه ناگفته ها خیلی زیاد است که در برنامه های من بعده باز هم پیشنهادی شما خواهیم کرد، ولی همین حالا با پیشنهادی سرودی رمیده‌ای شعر از فروغ برنامه را به اتمام میرسانیم و برایتان خانه آبادی را تمنا میکنیم. از من رمیده ای و من ساده دل هنوز، از من رمیده ای و من ساده دل هنوز، به مهری و جفایی تو باور نمیکنم، به مهری و جفایی تو باور نمیکنم. دل را چونان به مهری تو بستم که بعد از این، دل را چونان به مهری تو بستم که بعد از این، دیگر هوای دل بری دیگر نمیکنم، دیگر هوای دل بری دیگر نمیکنم. رفتی و با تو رفت مرا شادی و امید، دیگر چگونه عشقی تو را آرزو کنم، دیگر چگونه مستی یک بوسه ای تو را، دیگر چگونه مستی یک بوسه ای تو را. در این سکوت تلخ و سیاه جستجو کنم، در این سکوت تلخ و سیاه جستجو کنم.
از من رمیده ای و من ساده دل هنوز از من رمیده ای و من ساده دل هنوز به مهری و جفایی تو باور نمی کنم به مهری و جفایی تو باور نمی کنم اکنون منم که در دل این خلوت و سکوت ای شهر پر خروش تو را یاد میکنم من عاشقم به او و تو را عزیز دار من عاشقم به او و تو را عزیز دار من با خیالی او دل خود شاد میکنم من با خیالی او دل خود شاد میکنم از من رمیده ای و من ساده دل هنوز از من رمیده ای و من ساده دل هنوز به مهری و جفایی تو باور نمی کنم به مهری و جفایی تو باور نمی کنم دل را چونان به مهری تو بستم که بعد از این دل را چونان به مهری تو بستم که بعد از این دیگر هوای دل بری دیگر نمی کنم دیگر هوای دل بری دیگر نمی کنم